سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم برای تنظیمات گرافی. بچه بالای صفحه عکس چرخ دنده زده. خب وقتی که میزنید روش یک صفحه برای یعنی از بالا گزینه ششم بشمارید تا بیا پایین. خب اینجا تنظیمات گرافیک هست و اینجا که پایین میگه برای تنظیمات کسانی که تدبیر انداز هستن حتما این گوشی که من درست کردم رو بذارم. این برای گزینه آخری برای گرافیک هست و اینم برای نشونی. بچه ها گزینه 4 ببینید گذاشتم رو اوف، اون زیپ لاین هست، یعنی هر وقت خواستید از زیپ لاین برید بالا دکمه پرش که بزنید خودش میره بالا. خب کنار این پلی که نوشته میزنید روش مال کادره که وقتی آلکادرا برای چی میزه پایین چه چیزی تفنگ اصلی چی باشه. اینجا میتونید تفنگ خود رو درست کنید. بعد روی گزینه زرد رو کلیک میکنید، بعد میاید بیرون. خب این کنار شبیه پیام هست. شبیه این برای بازی گروهی. اینجا که بزنید این صفحه باز میشه. گزینه بالا که بزنید ببینید حالا چی میشه. ببینید الان یه این شکلی باز میشه. الان بزنید پلی، با گروهی که هستین میرین بازی میکنی. اینجا پایین انگلیسی شبیه در زده اونو میزنید. اینجا مپ های جهانیه بچه ها، اینو اصلا نرید برای کسانی که اول بازی میکنن. تازه منظور اینه که تازه شروع میکنن حواسشون به این قسمت باشه. گزینه وسط انتخاب کنن و برن بازی کنن، اینجوری بهتر. این زیرم 4 نفره نظره زده بود. خب این قسمت هم اینجا لیبل زده و عکس قابهایی که میخواید بکنید. اینجا هم مال بازی هایی که کردید. بچه ها یه جای خیلی مهم، این رو که میزنید زیرش من استفاده کرده بودم، کسی که استفاده کرده بود. بچه من رتبه های جهانی که بنده شدم رتبه 4